هزار رحمت کلام که مور خیلی صاحب خانواده کسی ما با هم نزد صاحب خانواده شبیه هزار رحمت کلام برای دستگیریشون خداوند نگهبانشون شد. کمر در مبین ره نمانده هزار رحمت به چی دستگیریتون هزار رحمت کلام. السلام علیکم مردان و خواهران گرامی، امیدوارم صحت و سلامتید انشاءالله. مردان و خواهران گرامی، الحمدلله ما برای این اویله در یک جایگی تونستیم در کارت سبربانکشون 719,000 روبل روسی و در کارت تاجیکستانشون 25,762 سومون جمع کنیم. مردان و خواهران گرامی، الله از هر یک تا شما راضی باشد. الحمدلله ما در یک جایگی میتونیم یک برادر، یک خواهر، یک مادر کمک کنیم، دستگیری کنیم و این است هر یک شخصیتی که کمک میکنند و دستگیری میکنند. السلام علیکم برادران و خواهران اهل اسلام، هزاران رحمت شما ده که شما ما را در راه نپرتافته، ما را دستگیری کردین. من شکر خدا اکو کودکای من به نزدیکی صاحب خانه میشن. من پولایی که شما دستگیری کردین، شما مثال جمع کردین، من همش تیم به تیم ایونای 719,000 رو 280 سوم در پولی زبر بانک، خب 25,762 سوم در دوشنبه سیتی. من تیم به تیم پولو اینا نصیب باشه به نزدیکی کودکای من صاحب خانه میشن. هزاران رحمت شما ده. من چی خیر شما دیگه چیزی کنم نمیدونم آخه تو اونه که هستم. خدای تعالی از رحمت شما رو ناامید نکنه. در دیار مردم شما هم به روزی امید رفتین، شما هم کودک چودک دارین. خدای تعالی در پاتون خار نذاره. هزاران رحمت شما ده. سلام علیکم. همین آدمای غریبی و آدمای رعدوری هزار رحمت کلام که مور خیلی صاحب خانواده کسی ما با هم نزد صاحب خانواده شبیه هزار رحمت کلام برای دستگیریشون خداوند نگهبانشون شد. هزار رحمت کمر در مبین ره نمانده هزار رحمت به چی دستگیریتون هزار رحمت کلام. مردان و خواهران گرامی، برای این اویله دهم مبلغی که ما جمع‌آوری کردگی هستیم انشالله خانه پیدا کرده باز با شما پیشکش میکنیم، یعنی نشان میدیم که الحمدلله این اویله را صاحب خانه کردیم. مردان و خواهران گرامی، از هر یک تا شما الله راضی باشه. ما در یک جایگی میتونیم یک برادر، یک خواهر، یک مادر، یک پدر دستگیری کنیم و اینها حقیقتا احتیاج به کمک داشتن. حقیقتا حالشون بد بود. آنهایی که در کامنتاری‌ها گپای قبیح زدین، گپای زدین که شرایط خوب نیست، چی قدر فرزند زیاد میکنی. بله، مقصد هیچ کس نمیدونه که آینده چی میشود. به همین خاطر این مصیبتی که بالای سر اینا آمد الحمدلله شکرانه کنیم که بالای سر ما آمده است. به همین خاطر آنهایی که در کامنتاری‌ها می نویسین از گپای قبیح نویسندن، اگر نمیتونی کمک کردن، نمیتونی دستگیری کردن، حداقل خاموش ایستا. برادران و خواهران گرامی، من نمره یک کس میمونم. کسایی که بلیت در کار باشه مرحمت به همین نمره به همین رقم زنگ زنید، انشالله که با نرخ ارزان بلیت ها دسترس میکنید. سلام علیکم و رحمت الله.